آقا سلام عرض کردیم، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای قوامی. مخلصم. دهه فجر هم تبریک میگیم. بله ما هم همچنین ان شاءالله که این انقلاب رو متصل کنیم به انقلاب جهانی حضرت مهدی علیه السلام، همون جوری که مردم قبل از انقلاب امام یاری کردن به عنوان نائب امام زمان یاریش کردن و خودشون رو سرباز امام زمان میدونستن و امروز هم ان شاءالله بتونیم در زیر پرچم ولایت فقیه بتونیم خودمون رو اطاعت از ولی فقیه رو اول نشان بدیم که بتونیم انشالله آماده باشیم برای اطاعت از اون ولایت عظما و انشالله بتونیم یک انسان اثرگذار باشیم در امر فرج امام زمان انشالله. خودشون فرمودن از امام که انقلاب ما نقطه آغاز انقلاب جهانی به پرچمداری حضرت حجت است. انشالله که باشیم به تعبیر شما و پرچم اسلام از دستان مجروح رهبر عزیزمون به دستان عدالت گستر گیتی برسه و ما شاهد این صحنه‌های قشنگ باشیم انشالله و توفیق نفس کشیدن در اون آرمان شهر مهدوی رو هممون پیدا بکنیم. خیلی باید قدردان امام خمینی باشیم و شهدای عزیزمون و همه کسانی که خیلی خیلی در بهمن 57 شهدای انقلابمون، بعدش این جنگی که به ما تحمیل شد تا به حال 23000 تا شهید دادیم، شهدای دفاع مقدس، امنیت، هسته‌ای، مدافع حرم، تو حوزه‌های مختلف علمی، هسته‌ای، اینها تا به اینجا رسیده انقلاب و به تعبیر از طاقا ما نزدیک قله ها هستیم انشاءالله و این نوید رو دادن. انشاءالله شاهد باشیم اون روزهای قشنگ رو. من ایام دهه فجر که میشه معمولا عزیزان میان در عرصه‌های مختلف مثلا مجموعه‌های راه و ترابری میاد، مثلا میگه ما قبل انقلاب اینقدر آسفالت بوده، بعد انقلاب اینقدر. یا مثلا مجموعه‌های دانشی میان، هر که در حوزه‌ای که داره قطعا در این 40 سال و اندی تو همه عرصه‌ها خدمات زیادی شده و زحمات زیادی کشیده شده، اصلا قابل مقایسه نیست با قبل از انقلاب. اما کمتر به این بخش میپردازیم. آیا انقلاب اسلامی ایران تونسته به بحث مهدویت هم خدمتی بکنه یا نه؟ یعنی خدماتی که انقلاب اسلامی کرده به بحث مهدویت هم باید دیده بشه. من حالا شما این مطالعه بکنید، مثلا این مدل مهدیه هایی که داشتیم، خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، مهدی هایی که قبل از انقلاب داشتیم با بعد از انقلاب، تعدادش اصلا قابل مقایسه نیست. کتاب هایی که در زمینه بحث مهدویت نوشته شده قبل از انقلاب با بعد از انقلاب اصلا قابل مقایسه نیست. الان مجموعه که زحماتی که شما عزیزان در رسانه میکشید، برنامه‌های مهدوی اصلا قبلا خبری نبود به اینا. الان شما ببینید با همه کاستی ها و تقریبا من معتقدم هنوز جا ارتقا داره، ولی باز خیلی کار شده و برای رسیدن به اون قله که حضرت آقا تعبیر داشتن اون باید خیلی بیش از اینها تلاش کنیم. لذا من اعتقاد دارم خدماتی که انقلاب اسلامی بحث مهدویت که برای بسترسازی ظهور یک امر بسیار مقدس است که در طول این 12 قرن بی‌نظیره و این یک فرصت بسیار خوبی است که عنایت الهی است که انقلاب ما به دست ما شکل گرفته و انشالله بتونیم به اون آرزویی که حضرت علی اشاره کردید برسیم. من یاد یه خاطره افتادم از مرحوم آقای عسکراللادی خدا رحمتشون کنه. میگه سال 40 خدمت امام از امام سوال کردن. حالا اون زمان آقای عسکراللادی یه جوانی هستن، ظاهرا تحت تعقیب ساواک هم بودن. خب سال 40 آقای بروجردی وقتی که از دنیا میره، امام دیگه مرجع تقلید میشه و مردم مراجعه میکنن به این شخصیت بزرگوار. سوال میکنه امام به تعبیر امروزی میخواد چیکار کنید؟ امام میفرماید آقای عسکری ما 3 گام رو باید برداریم. گام اول باید ایران اسلامی بشود. اگر ایران اسلامی بشود گام دوم رو باید برداریم، کشورهای اسلامی هم باید اسلامی بشوند. بعد گام سوم رو باید برداریم، کشورهای غیر اسلامی هم اسلامی بشوند و زمینه آماده شود برای ظهور. سال 40 امام این حرکت ها و دورنماشو نسبت به نظام یعنی افقه رو کامل نشون داده و شما ببین الحمدلله شدنی است. و من فکر میکنم اگه اون موقع به امام میگفتن آقا شدنی نیست، امام میگفت من چرا نیست، یار دارم، آدم دارم، حرکت شروع میشه، باید شروع کرد. همون موقع خیلی به امام میگفتن شدنی نیست. حتی مدل نگاه به مبارزه امام رو هم بعضیا گیر میدادن، میگفتن چرا میید با مجموعه طاغوت مبارزه میکنید، برید جلسه بذارید، کلاس بذارید، کسی با شما کاری نداره. همونجوری بودن یه عده میگفتن ما کنفرانس میذاریم برای مبارزه با بهاییت، نمیدونم چه، کسی با ما کار. امام میگفت درسته،
اما باید با منبع فساد مبارزه کنید. منبع الان جریانی مثل فرقه ضاله، بهاییت عصبانی است از جمهوری اسلامی ایران، یکیش همینه، قیچی کرد اینا رو، یعنی نابودشون کرد نسبت به این قضایا. لذا کینه و حقد عجیبی نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامیان دارن و شما ببین امروزه حرکت‌هایی مثل شیخ مقاومت در افریقا زگزاکی، سید مقاومت در لبنان، جریان حوثی‌ها گرفته، جریاناتی در کشورهای دیگه، اینا هم از اون بیداری جامعه است که ایجاد شده و امام رحمت الله علیه رو به عنوان یک حرکت عدالتخواه و یه حرکتی است که برای بسترسازی امر فرج ما، همین کلیدواژه‌ای که امام آخرین جمعه رمضان روز قدس گذاشتن، شما ببینید امروز اگه ایران هم نخواد دیگه روز قدس بشه، دنیا این نگاه رو میخواد. اصلا نگاه به آخرالزمانی دارن که باید حرکت‌های مبارزه با ظلم رو داشته باشیم و امروز شما رو غزه میبینید یه روزی با سنگ میزدن، امروز با موشک میزنن و انشالله در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود انشالله به حول و قوه الهی که این رژیم منحوس و جعلی اسرائیل نابود بشه الهی و انشالله کشورهای غیر اسلامی هم توجه داشته باشن و در این مسیر حرکت کنن، انشالله بتونیم بسترسازان خوبی باشیم برای امر فرج انشالله. الهی آمین انشالله. خیلی ممنونم استاد نصوری. خب ما برسیم به بحثی که تا به حال در خدمت شما بودیم. توی به نظرم 3 جلسه گذشته درباره تکالیف منتظران مواردی رو فرمودین. بحث معرفت بود، محبت بود، اطاعت بود، خودسازی بود، آمادگی بود و نکاتی که فرمودین. خیلی ها میپرسن که آقا ما این اطلاعات رو داریم عموماً که تکلیف منتظران چی هست، حالا آقای نصوری هم فرمودن بهتر، منتها گیر کار اینه که ما نمیدونیم اینها رو چطوری تو زندگی خودمون عملیاتی کنیم، کاربردیش کنیم. من معلم، من مهندس، من پزشک، من نمیدونم فروشنده، من طراح، نقاش، هنرمند، من مادر، پدر، من فرزند، هر کس تو هر نقشی و شغلی که داره نقش میکنه، فعالیت میکنه، ما چطور اینها رو عملیاتی بکنیم؟ میشه راجع به این یه قدری صحبت بکنیم؟ نکته خیلی کلیدی و خوبی اشاره کردید و اتفاقا جامعه منتظر اگه به اینجا نرسه کاری نکرده. دقیقاً اینه که بله تو متون ما هست، در فرمایشات، اصلا تا دعاهامون که میخونیم همش مرور عقایده مرور وظایفه، اینا هست میخونیم. حالا یه موقع مثل بنده اصلا توجهی ندارم که دارم چی میخونم، یه عزیزی است نه کاملا توجه داره، حالا ما فرض میگیریم همه توجه هم دارن. حالا چگونه این کار رو بکنیم که در فرمایش حضرت علی همینطور است؟ یعنی راهکار چیه واقعا؟ بله. من در 4 حوزه اینها رو یه اشاره بکنم. اگر این 4 حوزه رو ببینیم میتونیم اثرگذار باشیم. یعنی اگر اون وظایف و برنامه‌های تکالیفی که دنبالش رفتیم به دست آوردیم، راهکارش چیه؟ در این 4 حوزه باید نگاه کنیم. 1 در حوزه بینشی هست، 2 در حوزه ارزشی هست، 3 در حوزه رفتاری هست، 4 در حوزه تدبیری و مدیریتی هست. حالا توضیحاتش چیه؟ در حوزه بینشی تمسک به قرآن و تمسک به اهل بیت رو باید جدی بگیریم. آقای قوامی، ما هنوزم که هنوزه، من احساسم اینه که جامعه ما درست نسبت به قرآن، نسبت به قبل خیلی پیشرفت کردیم. حافظ داریم، نمیدونم قاری داریم، قرآن متن آموزشی های ما ورود پیدا کرده، الحمدلله تفسیر قرآن چقدر همت دارن دوستان انجام میدن، ولی مهمه که تمسک به این قرآن رو چقدر فرهنگ سازی کردیم. یعنی من چقدر اون بایدها و نبایدهای قرآن رو از نظر بینشی و اعتقادی باور کردم نسبت به اینا. یعنی اگه من باور کنم مثلا بایدها و نبایدهای قرآن رو چقدر تو زندگی عمل میکنم، تو جامعه عمل میکنم. یک مسئول به عنوان سند بالادستی خودش چقدر تمسک به قرآن داره. آیا فقط بخونه؟ میگه نه نخون. حفظ کنم؟ میگه نه. ببین چقدر اینها رو در عمل داری اجرا میکنی. بنده اگه بیمارم پیش آقای پزشک یا خانم پزشک که رفتم، وقتی در بیماریمو که عرضه کردم ایشون وقتی متوجه شد نسخه میده. خب من بر اساس این نسخه باید برم دنبال عمل او. اگه عمل نکنم دارو رو بگیرم بیارم اونجا بگم که نه این پزشک خیلی نتونست تشخیص بده، داروشو مصرف بکن. حالا یا نقص عمل بکنم، خب یا دیر خوب میشم یا اصلا خوب نمیشم. عمل نکنم که اصلا.
لذا اینجا هم همینه، تمسک به نسبت به قرآن و اطرت و کلام اهل این در بین ما هست. طراحی و برنامه‌های زندگیمون رو منطبق با این، یعنی در حوزه اعتقادی باید بریم سراغ این. الان در بحث مهدویت، من چقدر مبانی اعتقادی مهدویت رو میدونم. من یادم بعضی موقع مثلا طرف میاد یه چیزای غلطی رو از خودش تحلیل میکنه. من یادم این جریان داعش که پیش اومده بود، یه عده میگفتن داعش همون سفیانی است. بعد میگفت داعش سفیانی فرد نیست، جریان هست. ما تو متن روایات رو که میگیم خصوصیات آمده، برنامه‌اش آمده، چه آمده، این اصلا نمیخونه با این تعابیر. بعد میگیم خب عزیز من اینا غلطه، میگه نه برداشت خود من اینا رو، چه حقی شما این برداشت‌ها رو میکنید؟ یا تعیین مصداق‌هایی در بحث ظهور، یا اصلا بعضیا زمان ظهور رو تعیین میکنن. اصلا انسان برسه به اینجا که تو دنبال شرایط و بسترسازی برای ظهور، این در حیطه اختیاری توست. علائم در حیطه اختیاری خداست. تو آماده کن بستر رو، اون اتفاق میفته. اما چرا این ذائقه نسبت به انسان غلبه پیدا کرده؟ تغییر ذائقه به جای اینکه شرایط بیاد دنبال علائم میرود. این هنوز اون معیارهای و مبانی اعتقادی رو حل نکرده برای خودش، نرفته سراغ خودش. بله شاید با یک سری مطالعات سطحی یه چیزایی به دست بیاره، اما نگاه اجتهادی میخواد، از عالمش، از متخصصش باید پرسید. لذا در حوزه اعتقاد این باید رشد پیدا بکنه، این فرهنگ سازی بشه در جامعه. یا مثلا حضرت آقا در بیانیه گام دوم بحث تمدن سازی رو دارن. خب این تمدن با تبصره و با بخشنامه و با گفتگو و کلاس که حل نمیشه. خب بیا ببینیم راهبردهاشو چقدر ما داریم دنبال میکنیم، چقدر بر اساس اون راهبردها برنامه ریزی شده و چقدر این مگه ما نمیگیم عدالت؟ واقعا هم دنبال عدالتیم، اما بخشنامه میشود، آیا با این بخشنامه عدالت اجرا میشود؟ نمیشه. کجای کار گیر داره؟ من یادمه یه عزیزی بود مثلا همیشه میگفت عدالت اجتماعی رو باید در جامعه اجرا کنیم. بله عدالت اجتماعی در جامعه یعنی استفاده امکاناتی که در جامعه هست به عدالت همه استفاده بکنن. بله. بعد به اون عزیز گفته بودم چطور در یک استان شما 6 تا فرودگاه بین‌المللی داره ولی در قم ما یه فرودگاه بین‌المللی نداره؟ این چه عدالت اجتماعی است؟ یعنی عدالت اجتماعی که ببین بر اساس نیازهایی که اونجا جامعه وجود دارد رفع بکنم من. خب این بینش من کوتاست، ضعف داره. خب طبیعی است که شما هر چقدر بگید تکالیفت اینه اثر نمیکنه، با شعار اثر نمیکنه، باید در عمل انجام بشود. نکته دوم، خیلی ممنون. اجازه بدین ما نکته اول رو فعلا داشته باشیم، نکات بعدی رو بعد از عرض ادبی که محضر امام زمانمون داشتیم برگشتیم، بعد میشنویم از شما استفاده میکنیم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حدود کمتر از 10 دقیقه خدمت شما هستیم و خدمت آقای نصوری عزیز راهکارهای عملیاتی شدن اون تکالیف منتظران رو دارن ارائه می‌فرمایند. آقای نصوری که اولین موردش این بود که روی بینش‌ها باید بیشتر کار کنیم. نکات بعدی رو بشن. بله حالا تو این بینش‌ها اعتقاد به بحث قرآن، روایات اینا که پیدا بکنه، خب التزام عملی به تقوام داشته باشه. تقوایی نیست که من بشینم 24 ساعت ذکر بگم، 24 ساعت نمیدونم نماز و عبادات اینا انجام. نه، یعنی تقوا باید طوری باشم که ذهن من نزدیک به گناه نشه، جسم من نزدیک به گناه نشه، تفکر من نزدیک به گناه نشه. آقای بهجت خدا رحمت کنه میگفت تو دلی که چیزی دیگه قرار دادی جا برای امام زمان گذاشتی تو؟ خب این دل باید پاک بشه دیگه. این با تقواست، یعنی آلودش نکنم. بله توبه کنیم، توبه تو حسن ولکن فی شباب احسن. یعنی هر چقدر جوانتر و هنوز آلوده نکردی خودتو، انباشته نکردی گناهتو، برو به سمت تو. ولی این کسا میگه نزدیک نشید شما، یعنی التزام عملی به تقوا داشته باشید که راه رسیدن اینم باید هم بینش‌های انسان تغییر کنه. تو بخش عقاید باید خیلی خودش رو رشد بده. نکته دوم در حیطه ارزشی است. این یه مقداری آدما نیاز به تمرین دارن. یعنی همونجوری که تکالیف رو هم دیدید، شرایط رو دیدید، انسان منتظر باید اینا باشه. در حوزه ارزشی اینا نیاز به کار داره. من حتی معتقدم باید انسان خودش رو تو این عرصه مقداری فدا بکنه. عجب. در حوزه ارزشی و اخلاقی چیه؟ میگه پرهیز از رفاه طلبی و دنیاگرایی است. هر چقدر رفاه طلبی انسان زیاد باشد افت معنویت ایجاد میشه. جایی که افت معنویت بیاد یعنی افت غیرت دینی اتفاق میفته. توجهات دنیایی، اشرافیگری،
مادیگرایی انسان رو دور میکنه. تعارف نداریم. هر جا نگاه های مادیگرایی، رفاه طلبی ایجاد بشود، انسان تنبل و سست بار میاد. یعنی در اون هویت خودش دیگه نگاه الهی رو کمتر میبینه، تنبل میشه، فاصله میگیره، مقید نیست، خیلی مسائل رو رعایت نمیکنه. نکته دوم، پرهیز از برتری جویی و فخر فروشی هست. یعنی یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. هی نگه پست من، مقام من، پول من، نمیدونم ثروت بابای من، ثروت نمیدونم، اینا رو نباید اتفاق بیفته. اینا باید گناهان ذهنی رو از خودش دور کنه. یعنی واقعا پرهیز جدی باید از برتری جویی بکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا معیار قرار میگیره. کی از این دنیا رفته که مال و اموالی داشته اون دنیا بخواد برتری جویی میگه از مال من؟ بله، کسانی می حساب میشوند که از این مال خودشون باقیات صالحاتی ایجاد بکنده باشن. یک خدماتی رو اجرا کرده، مدرسه، مسجدی، درمانگاهی، ورزشگاهی، یه چیزی رو انجام. بعد این فضای فخر فروشی اتفاق نیفتاده باشه. این یعنی تحقیر کردن دیگران هست. اینا در حوزه کار سختیه آقای قومی. اینا یعنی اگه واقعا بخواد اون تکالیف و حالا که به دست آورد، اینها رو باید در حوزه اخلاقی و ارزشی خودش رعایت بکنه و الا چیزی رو نمیتونه به دست بیاره. نکته بعد، پرهیز از مال حرام و فکر حرام. نکنید من از حرام دور بشم، فکر اینم نکنم. بعضی موقع حواسمون جمع باشه، تشویقم نکنیم. فلانی برده خورده، خاک دوست سگ، تو چرا ارزه ند؟ نه، این ارزه نی. اینا اتفاقاً ارزه به اینه که طرف قدرت به حرام خوری داشته باشد، نرفته باشه سراغ. اتفاقاً این آدم تشویق داره، قدرت به گناه داره اما گناه نمیکنه. این قدرت جای تشویق داره. ولی هنر نیست که کسی که ما میگم آب باشه، حالا موقع معلومه که اینه چقدر شما شناگر خوبی هستی. اینجا رو باید نگاه کن. نکته بعد، پرهیز از حقد، حسد. خیلی موقع ها زندگی خیلی از افراد رو شیطان با حقد و حسدی که ایجاد میکنه زندگی ها رو خراب میکنه. زندگی های الهی رو فاصله میندازه. انسان رو از امام زمان فاصله میندازه. بله، حسد در یه جاهای خوبه. من علمشو نمیدونم در تقوا و دینداریش حسد بورزم، بگم عجب کاش منم اینجوری بودم. یعنی این مدل اشکال نداره، ولی اونور باید حواسمون جمع باشه. تحقیر، تخریب، اینها نتیجه اون فضای حسد و بعضی موقع ها طرف میاد خورد میکنه بعضی از آدم ها رو. نکته بعدی، دستگیری از فقرا و مستمندان است. ارزشی یعنی من کارهای ارزشی رو تو جامعه، الحمدلله تو این بخش سید جان تو جامعه ما مردم تو این قضیه کرونا نشون دادن. اینکه اون رزمایش مؤمنانه که حضرت آقا اشاره کردن، این واقعا نشون. من خیلی ها رو میشناختم شاید خودشون خیلی امکانات آنچنانی نداشتن، ولی در اون بحرانی که ایجاد شده بود رفتن سراغ کمک به افراد مؤمن و متدین جامعه. یعنی این خیلی خوبه، یعنی در فضا ارزشی اینها رو بتونه خیلی نشون بده. پس این در حوزه بینشی و اعتقادی باید قوی باشه. اگه واقعا اونها رو بخواد عمل کنه، باید قوی کنه خودشو. در ارزش و اخلاق هم همچینه. نکته بعدی در رفتاره، باید بیرونی باشه، دیده بشه. یعنی یه بصیرت افزایی ایجاد بشه برای خودش که بتونه اون مسائلی که باعث می شود ارزش ها حفظ بشه مقاومت کنه، اونها رو نگه داره. یعنی در رفتار طوری رفتار کنه مبادا حسد به او غلبه کند، رفتار زشتی به او غلبه کنه، تا میتونه نیکی ها رو گسترش بده، خوبی ها رو گسترش بده. این در یک جامعه‌ای که خدای نکرده یه آدم فاسدی باشه، اینا چون قدرت جذبشون بیشتره، چون خط قرمزا رو حذف میکنن. خط قرمزا رو حذف کنن، طرف گرفتاری، اباحه‌گری، آلوده به گناه میشه، دیگه مسئولیت پذیر نیست، خودشو خورد میکنه. اما به ظاهر میاد میگه که خب من اینا رو که انجام دادم، اون مسائل رو رسیدم، دیگه نمیدونه چقدر ضرر کرده. این داره از رفتاری که داره انجام میشه به سمت صالح پروری نمیره، به سمت انسانهای گناهکار رو داره تربیت میکنه. اتفاقا در مقابل انسانهای صالح داره اینا رو نگه میداره. لذا در رفتار باید خیلی انسان بتونه توجه داشته باشه. نکته پایانی در حوزه تدبیری و مدیریتی است. خیلی باید مراقبت بکنه. این معرفتی که به دست آورد، این تکالیفی که الحمدلله به دست آورد، شناختش، مراقبت بکنه. طرف میبینه کیک درست میکنه تو خونه، بعد میگه مهمونات کی میان؟ میگه شب میان. میگه خب الان ساعت 4 تا 10 شب، خیلی چیکارش میکنه؟ میذاره تو یخچال فاسد نشه. یه چیزم در یخچال میذارم ناخونک نزنید. من باید حواسم جمع باشه. معرفت به دست آوردم، کجا میرم؟ آیا معرفت من فاسد میشه؟
آیا معرفت منو مراقب هستم کسی ناخونک نزنه؟ لذا امروز خیلی در بعد مدیریتی و تدبیری من باید مراقب باشم. حالا که عشق به امام زمان دارم، تشنه به امام زمان هستم، از کجا دارم سیراب میشم؟ اینو باید مدیریت کنم، اینو باید تدبیر کنم. مراقبت و محافظت. آفرین. چون خیلی از افرادی که من با بعضی از شخصیت هایی که حالا منحرف هستن دارن انحراف ایجاد میکنن، با اینها کار داریم، ولی با افراد فریب خورده خیلی نمیشه با اینا کلنجار رفت، چون نمیدونیم در چه محیطی بوده اتفاق افتاده. اما اتفاقا الان عرض بنده خطابم به همین فریب خورده هاست. چرا از اول مراقبت نکردید در حوزه رفتاری خودتون؟ چرا هر کتابی رو خوندید؟ چرا پای صحبت هر کسی شنیدید؟ چرا هر سایتی رفتید؟ چرا هر مسائل دیداری رو نگاه کردید؟ خب اینها رو بپرسیم از اهلش. لذا باید کیفیت نسبت به این قضیه رو در ادبیات شایسته جلو بریم. ما طوری باشیم که نگاه‌های شایسته داشته باشیم، بر اساس مبانی حرکت کرده باشه که هم در او علم دیده شود، منطق دیده شود، استدلال دیده شود، و هم از طرفی باید محافظت کنیم از نظر رفتاری برای خودم یه ایجاد حساسیتی کنم، بی تفاوت نباشم. الان آقای قوامی جان مثلا شما آب معدنی رو طرف میخواد بخوره، میگه تاریخ انقضاش گذشته، به درد نمیخوره، این نباید بخورم. میگه حالا طوری نیست، تاریخ انقضا وردار برچسبه رو بخور، تشنگی. میگه نه، تاریخ انقضاش گذشته. چرا این حرفو میگه؟ چون ما حساسش کردیم نسبت به این قضیه. کمربند ایمنی تا آقای پلیس رو میبینیم سرعتمون بالا باشه یا کمربند نداشته باشیم، چرا؟ فرهنگ سازی کردیم نسبت به این قضیه. لذا در حوزه مدیریتی و تدبیری باید این فرهنگ سازی برای من ایجاد بشه. چرا؟ چون این معرفت در معرض تهدیده، بدعت هست، خرافه هست، باید خیلی مراقب باشیم. برای همین در زمان ظهور حضرت میفرماید، میگه میام یأتی به امر جدید. یه میگه اینگه امر جدید، نه، امر جدید نیست، دین جدیدی هم نیست، همون مطالبه. از بس انسان‌ها بی تدبیری کردن، عمل درستی انجام ندادن، در راهش استفاده نکردن، این فضای بدعت و انحراف خروجی شده. لذا باید مراقبت کنیم، محافظت کنیم که مبادا این فرهنگ و معرفت ما و تکالیف ما چی بشه؟ در مسیر خدای نکرده انحراف قرار بگیره. ناخواسته می‌بینیم دست به یک سری کارهای میزنیم که به جای اینکه دل حضرت رو شاد کنیم، خدای نکرده ناراحت میکنیم. لذا نیازمنده که در حوزه تدبیری افزایش معرفتمون، مراقبت از این معرفتمون رو مدیریت کنیم. از کی میپرسیم، کجا میریم، اینا رو باید دقت‌های لازم رو داشته باشیم. انشاءالله به برکت راهنمودهای شما و مثل شما ما در این مسیر قدم بذاریم و حرکت کنیم و به اون نتایج مطلوب برسیم انشاءالله. خیلی استفاده کردیم. عواملی ندارین؟ نه، انشاءالله که حداقل خودمون بتونیم انشاءالله عامل به این فرمایشات اهل بیت باشیم. زنده باشید، محبت. خیلی ممنونم. توی برنامه‌مون خیلی یاد کردیم از امام خمینی رضوان الله علیه. این روزا ازشون یاد میشه به حق. این تیتر بزرگی که 12 بهمن چاپ شد توی روزنامه‌ها، امام آمد، به نظرم بزرگترین تیتری بود که روزنامه‌ها تو تاریخ این مملکت زدن. من چقدر قشنگ میشه که به زودی انشاءالله یه تیتر به همین بزرگی بلکه هم بزرگتر روزنامه‌ها، سایت‌های خبری بزنن، امام آمد، امام زمان آمد. انشاءالله ما باشیم اون روز قشنگ رو جشن بگیریم و جشن دهه فجرمون و انقلابمون وصلش به جشن انقلاب مهدوی انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج یا حق. خداحافظ.